درود بر مردم ایران زمین. بنده دکتر دیانی هستم، پزشک استتیک که هول و هوش تقریبا 20 ساله که در این زمینه مشغول به فعالیت هستم. خواننده‌ای که امروز مراجعه کردن میبینید که ایشون در صورتشون، حالا با توجه به اینکه ورزشکار حرفه‌ای هم هستند، خطوط فاین بسیار زیادی در صورت دارند، خطوطی که در کنار دهان، خطوط گوسه‌ای که در کنار دهان دارن و ما برای ایشون تصمیم گرفتیم که 4 جلسه مزوژل لوکسیوا تزریق بکنیم، با توجه به اینکه میدونیم که این مزوژلی هست که حاوی اسید آمینه ها، پپتاید ها و مهمترین نکته فولیک اسیدی که داخل اون هست و ویتامین های گروه B که به ما کمک میکنه که این حالت کلاژن سازی و جوانسازی پوست در ایشون روندش بهبود بهتری پیدا بکنه و این خطوط فاین از ایشون گرفته بشه. با تزریقی که میخوایم براشون انجام بدیم، با متدی که خودم میخوام تزریق بکنم، من تزریق این مزو رو در لایه سطحی درم و با کنولا تزریق میکنم، نه با سرسوزن گیج 30 طول نیدل 4. من سعی میکنم، حالا میبینیم، که با کنولا تزریق بکنم که هم سابسیژن کرده باشم و هم این که مزو رو تزریق بکنم در لایه های سطحی درم. مایه ورود رو باز میکنیم با یک نیدل. درد که نداریم قربان. وارد میشم، هم سابسیژن میکنم، ببینید دقیقا در درم سطحی، هم سابسیژن براشون انجام میدم، هم تزریق به آرامی صورت میگیره، هم درد خاصی نداره و هم کبودی بعد از اون من ندارم. تو این روش به خاطر اینکه ما سابسیژنی صورت میدیم، خب، و میایم فاصله اتصال بین اپیدرم و درم رو جدا میکنیم و این مزو رو دقیقاً در بین اینجا میکاریم و این باعث میشه که اپیدرم دوره به درم نچسبه و دقیقاً در این فاصله مثل یک لایه‌ای دقیقاً ما اینو میکاریم و تأثیرش رو که من حالا بیشتر تزریقاتی که انجام دادم خیلی بهتر از نیدل به من جواب داده و اکثر مراجعین راضی تر بودن، خاطر اینکه دقیقاً من این فاصله رو جدا میکنم، چسبندگی ها رو جدا میکنم و این مزو رو بین این لایه ها تزریق میکنم. تو این روش دقیقاً کناره های لب و خطوط اونو میشه تزریق کرد بدون اینکه حالا درد یا کبودی خاصی داشته باشه. های داخلی بدن درد نداره. خب اون چیزی که درد داره بیشتر ما در ناحیه اپیدرم هستیم. وقتی وارد درم میشیم دیگه ما دردی حس نمی کنیم و یکی از تشخیص هایی که میتونی تشخیص بدی عمق و درست رفتی اینه که دیگه بیمار دردی. ببینید نتیجهش رو همین الان هم با یه تزریق خیلی ساده مشخص تر شد و اثراتش عموما بعد از
48 ساعت اثراتش بهتر میشه و در هفته اول با مصرف مایعات زیاد اثرات و آبگیری که انجام میده اثراتش بهتر میشه. میبینید پوست خطوطش کاملا برطرف شد. بخرید